درود بر شما. ویدیوی شماره 4 در مورد جذر هست که میخوام اونو براتون اجرا بکنم. خب این بار میخواهیم جذر 2814 رو حساب کنیم، البته به صورت اعشاری، یعنی با تقریب کمتر از 1/100، یعنی تا 2 رقم اعشار میخوایم ببینیم جذر این چی میشه. برای این کار اول خود این عدد رو مینویسیم و بعد بر اساس خواسته مسئله که گفته تا 2 رقم اعشار، به ازای هر رقم اعشار 2 تا صفر باید بعد ممیز بنویسیم، یعنی یه ممیز مینویسیم. به این ترتیب باید 4 تا صفر جلوی ممیز بنویسم، یعنی 2814 ممیز 4 تا صفر. خب حالا باید جذر این رو در ابتدا بدون توجه به این ممیز تا انتها حساب بکنیم. خب برای این کار باید دو رقم از سمت راست جدا بکنیم که اگر این کار رو انجام بدیم عددا به این صورت خواهد شد. خب اولین ارقامی که سمت چپ وجود داره 28 که بزرگترین مربع کامل کوچکتر یا مساوی 28 میشه 25، پس 5 ضرب در 5 میشه 25. 25 رو زیر 28 می‌نویسم، ازش کم میکنم میشه 3. بلافاصله 2 رقم بعدی یعنی 14 رو میارم پایین، پس تا اینجا میشه 314. حالا 5 رو ضرب در عدد ثابت 2 میکنم که میشه 10. بعد مینویسم 10 دایره ضرب در دایره. خب بعد اینجا یه عددی بنویسم که تو این ضربش یا از 314 با 314 مساوی باشه یا بزرگترین عددی باشه که از 314 کوچیک‌تر باشه. خب این عدد 3 رقمیه، اینم 3 رقمیه. 2 رقم اینو در کنار میگذارم، 2 رقم اینم کنار میگذارم، میگم تو 3 تا چند تا یکیه. خب 3 تا یکی، از 3 کارو شروع میکنم. اگر 3 نشد 2، اگر نشد 1، اگر نشد 0. همون 3 رو که بگذارید میبینید 3 تا 103 تا میشه 309 تا و از 314 کوچیک‌تره. بلافاصله عددی که داخل دایره پیدا کردم یعنی 3 میام جلوی 5 مینویسم. پس تا اینجا جذرمون شد 53. 309 رو زیر 314 مینویسم و ازش کم میکنم که حاصلش میشه 5. بلافاصله بعد از اون 2 رقم بعدی یعنی 2 تا صفر رو میارم کنار 5 مینویسم. خب اینجا یه خط میکشم و بعد برای 53 عملیات شبیه این رو انجام میدم، یعنی 53 رو ضرب در عدد ثابت 2 میکنم که میشه 106. بعد مینویسم 106 دایره ضرب در دایره. خب حالا باید اینجا یه عددی بنویسم که تو این ضرب بشه یا 500 بشه یا بزرگترین عددی باشه که از 500 کوچیکتر هستش. اگر من اینجا یک هم بذارم، 1 رو ضرب در 1061 بکنم از 500 بیشتر میشه، پس بنابراین من مجبورم اینجا 0 بذارم و 0 ضرب در 1060 میشه 0. پس 0 رو میتونم این زیر بنویسم، از 500 کم بکنم. بلافاصله عددی که داخل دایره به دست میاد یعنی 0 رو میام جلوی 53 مینویسم که میشه 530. خب این 0 هم میام زیر 500 مینویسم و از 500 کم میکنم، حاصل میشه 500 منتها 2 تا صفر دیگه باقی مونده. اون 2 تا صفر هم میام جلوی حاصل مینویسم میشه 50000. خب مجددا این عملیات رو برای 530 اینجا دوباره تکرار میکنم، یعنی می‌نویسم 530 ضرب در عدد ثابت 2 که میشه 1060. بعد می‌نویسم 1060 دایره ضرب در دایره. خب این عدد رو 1 2 3 4 رقمش رو کنار میذارم، 1 2 3 4 رقم اینم کنار میذارم. میگم تو 5 تا چند تا یکی هست؟ خب 5 تاست. اما اگر من 5 رو اینجا بذارم عددی که به دست میاد قطعا از 50000 بیشتر میشه، پس احتمالا باید از 4 شروع کنم. اگر آزمایش بکنیم میبینید 4 درست هست. وقتی 4 رو تو این ضرب میکنیم حاصل میشه 42416 که از 50000 کوچکتر هست. بلافاصله عددی که داخل دایره به دست میاد جلوی 530 مینویسم. پس تا اینجا جذرمون میشه 5304 و اینم زیر این مینویسم و ازش کم میکنم، حاصل میشه 7584. خب حالا باید مقادیر اعشاری رو حساب بکنم، چون این باقی مانده اصلی نیست، اینم جذر اصلی نیست. برای اینکه باقی مانده اصلی رو پیدا بکنم نگاه میکنم این عدد آخر زیر کدوم رقم قرار گرفته. زیر این رقم 1 2 3 4. من باید از این قسمت 4 رقم اعشار به سمت چپ حرکت کنم، یک اعشار بگذارم. 1
2 3 4. پس من باید اینجا یه رقم اعشاری بذارم. پس باقی مانده واقعی من در اصل هست 7584 دههزارم. و البته در مورد جذر نصف ارقامی که اینجا اعشار دارم نصف 4 تا، یعنی دو رقم از سمت راست جدا میکنم و اعشار میزنم. پس بنابراین این میشه باقی مانده اصلی من و جذر اصلی من میشه 53 ممیز 400. این میشه جذر اصلی. اما آزمون های جذرمون ببینیم به چه صورتی. آزمون های جذر کمی با قبلیه فرق میکنه. برای آزمون های جذر ابتدا آزمون خاتمه یا پایان جذر رو باید انجام بدم. این آزمون خاتمه یا پایان جذر باید قبل از اعشار زدن برای جذر و باقی مانده صورت بگیره. یعنی که قبل از قرار دادن اعشار در جذر و باقی مانده این عملیات رو انجام میدم. پس 2 برابر این عدد به اضافه 1 باید از این بزرگتر باشه. پس 2 برابر 5304 به اضافه 1 باید بزرگتر از 7584 باشه. 2 تا 5000 تا 10000 تا میشه که از این بزرگتره. پس این درسته. اما آزمون درستی جذر رو باید بعد از اعشار گذاشتن انجام بدم. مفهومش اینه که من با این 2 عدد سر کار دارم. پس این عدد رو باید به توان 2 برسونم، با باقی مانده جمع بکنم، حاصلش این عدد بشه. یعنی چی؟ پس از قرار دادن اعشار در جذر و باقی مانده، یعنی 53 ممیز 400 به توان 2 به اضافه 7584 دههزارم باید حاصلش 2814 بشه که اگه آزمایش کنیم میبینیم درست هست.